جشن اساسی یا رسمی نوروز امساله در شهر ترسونزاده و دوشنبه برگزار می شود. عبدالغفور عبدالجبارов رئیس دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 14 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این مراسم مهمانها از ازبکستان و افغانستان هم دعوت شدند. و افزود ترسونزاده دوشنبه در روز 21 بعد با روز 21 بسیار شهر نوحه هم جشن میگیرند. با بعضی هیئت رسمی میروند اونجا 22 23 خیلی نظر بگرفتگی روز 21 تا نصف روزی در ترسونزاده بیگاه فرصت وقت شام در شهر دوشنبه. تجلیل رسمی از نوروز هر سال در هر منطقه کشور با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. در برابر خوجند و خاروق و منطقه رشت و کلاب دوشنبه هم چند دفعه میزبان جشن اساسی عید نوروز بوده است. جشن اساسی نوروز امسال در دوشنبه در حال برگزار می شود که رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور امسال بر ریاست پایتخت آمد. بعد از چند روز تعیین او به این مقام، رئیس جمهور خواسته بود تا پایتخت کشور را برای تجلیل نوروز بین المللی خوب آماده کنند. ماه فوریه برای اولین بار پدر و پسر در هیئت مسئولین دیگر حکومت به تماشای باغ نوروزگاه دوشنبه هم رفتند و عکس گشتای آنها در سایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. هفته گذشته قرار رسمی رستم امامعلی نیز انتشار یافت که تاکید کرده است شام تجلیل از نوروز از 7 برج دوشنبه موشکپرانی صورت بگیرد. این نخستی مراسمی با شکوه در پایتخت از زمان تعیین رستم امامعلی به مقام شهردار دوشنبه خواهد بود. ماه نوامبر سال گذشته مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد درخواست 11 کشور از جمله تاجیکستان را پذیرفت و نوروز را به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرد. همراه با تاجیکستان، افغانستان و آذربایجان، هند و ایران، عراق و قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان هم پیشنهاد کرده بودند که نوروز به فهرست میراث غیرمادی جهانی شامل گردد.